پس از جنگ جهانی دوم جهان هیچگاه تا این اندازه به آستانه یک جنگ تمام عیار هسته‌ای نزدیک نشده بود، اما این بار ایالات متحده بر رهبری دونالد ترامپ و روسیه بر رهبری ولادیمیر پوتین در برابر یکدیگر ایستادند. از سوی دیگر تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان بالا گرفته است. وزارت خارجه پاکستان طالبان را به حمایت از گروه‌های شورشی از جمله تحریک طالبان پاکستان و جدایی طلبان بلوچ متهم کرده است. برای بررسی این دو خبر مهم و تحولات بیشتر با ما همراه باشید. در آغاز نگاهی می‌اندازیم به سرخط مهمترین خبرهای روز. گزارش سیگار: افغانستان و پناهگاه گروه‌های تروریستی تبدیل شده است. سیگار میگوید طالبان به داعش، القاعده و TTP اجازه فعالیت دادند. امضای قرارداد 10 میلیارد دلاری برق میان شرکت عزیزی و طالبان. قرار است در چند ولایت افغانستان 10,000 مگاوات برق تولید شود. و معافیت موقت سفر برای عبدالسلام حنفی به قطر صادر شد. شورای امنیت اجازه داده معاون نخست وزیر طالبان برای درمان به دوحه برود.